سه گروه مردمی هست که خداوند با این سه گروه مردم در روز قیامت صحبت نمیکنه. چقدر صحبت نمیکنه؟ انسان گناهگار میخواهد در قیامت نزد خدا عذر بیاره، بخشش بپرسه، بگه پروردگار من ندانستم، نفهمیدم، از بیسوادیم بود، از جاهلیم بود، میخواست از عذر بیاره تا اینکه خدا رحم کنه به حالش. اما خداوند نمیخواست است به این جمله مردم صحبت کردن، نمیخواست است که سخنهای اینها را بشنوه. لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا یزکیهم. گناه این سه گروه مردم خداوند نمیبخشیده. رب العالمین نمیخواست است که به این سه گروه مردم صحبت کنه و گناه سه گروه نمیبخشیده است. یعنی از او 99 رحمت آخرت پروردگار محروم و بینصیب از زناگر. ولا ینظر الیهم. به حال این سه شخصیت نظری رحمت نمیکرده خداوند، نمیخواست است ببینشون. برادری عزیز بزرگوار، خیلی وعیده های سخت. یک بار فکر کن، خدا نمیخواه با تو صحبت کنه، خداوند گناهات نمیبخشه و خداوند نمیخواست است که ببیند. چی نوعی که امروز در دنیا یک کس بد میبینی، یک کس بد میبینی، نمیخواهی که ببینیش ناراحت میشه، در حال قوقات یعنی میگیرانی. رب العالمین هم نمیخواست از در قیامت ببینه اینها را. ولهم عذاب علیم. برای این سه گروه مردم سختترین عذاب خداوند عذاب میداده است. عذاب خدا سخت است.